سلام، علیرضا وفایی صدر هستم و میخوایم راجع به اینکه یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی چیه رو با هم صحبت کنیم. واسه اینکه شروع کنیم به نظرم بهتره که ببینیم مثلا ماشین چیه. ماشین ها قرار شد بیان و توی زندگی ما به ما کمک کنن که بتونیم نیروی بیشتری گاهی وقتا وارد کنیم و حرکت ها رو کنترل کنیم. و به خاطر همین معمولا ماشین هایی که به صورت بیسیک در طول تاریخ بشر ساخته شده ممکنه مثلا اهرم بوده، مثلا استفاده از قرقره بوده، استفاده از سطح شیب‌دار و گوه و اینجور چیزا بوده. ولی جلوتر بشر تلاش میکنه و این ماشینا رو یه ذره پیشرفته ترش میکنه واسه اینکه بتونن کارهای مکانیکی بشر رو انجام بدن و امروز ما به جای اینکه مثلا توی مزرعه بیل بزنیم و یا شخم بزنیم از تراکتور و لودر و اینا استفاده میکنیم و یا سر ساختمون سازی این قراره که اجسام سنگین رو زمین رو بکنیم یا اجسام سنگین رو جابجا کنیم باز از لودر مثلا یا جرثقیل استفاده میکنیم. این میشه ماشین که به صورت صنعتی کارهای مکانیکی ما رو سعی میکنه انجام بده. اما یه قابلیت دیگه ای وجود داره، اونم این که ماشین ها بیان یاد بگیرن یا ماشین ها بتوانند عملیات ریاضی و منطقی رو به جای ما انجام بدن با سرعت خیلی بالاتر. اینجایی که کامپیوترها ساخته میشن و کامپیوترها قدرتی که دارن اینه که میتونن عملیات ریاضیاتی و منطقی بسیار زیادی انجام بدن. حالا اگر ما به همین ماشین ها اجازه بدیم که بتونن بیان یاد بگیرن و رفتارشون رو اصلاح بکنن، یه نگاه اگه به تعریف یادگیری بندازیم با این تعریف که اون موجودی که قراره یاد بگیره لازمه که این قدرت رو داشته باشه که اصلاح کنه و تقویت کنه دانش، رفتار، توانمندی و انتخابش رو. یعنی اگه دفعه قبلی انتخابی رو انجام داد و نتیجه غلط گرفت بتونه خودش رو اصلاح بکنه که دفعه بعد اون تصمیم رو نگیره، یا اگه یه تصمیم رو گرفت که اون تصمیم خوب بود دوباره در اون شرایط قبلی همون تصمیم رو بگیره. اگر این توانایی رو بتونه داشته باشه ما بهش میگیم داره یادگیری ماشینی اتفاق میفته. و اگه ما بتونیم اینو ببریمش در لباس این مدل ریاضیاتی، پس اون ماشینایی که قابلیت انجام کارهای ریاضی و منطقی رو دارن میتونن برای ما کار انجام بدن و هی از تجربیات خودشون نسبت به اینکه نتیجه‌ای که کاری که انجام دادن درست بوده یا غلط بوده یاد بگیرن. ما همچین یادگیری هایی رو واسه اینکه بگم چطوری میتونه تو ماشین اتفاق بیفته تو انسان که داریم. در حیوانات مثلا مثال زمانی که مثلا شما میبینید که حیوانات زمانی که چه میدونم یه کاری رو میخوان انجام بدن یاد گرفتن که در طول تاریخ مثلا لانه بسازن و لانه‌شون رو پرنده ها مثلا بالای درخت بسازن واسه اینکه از گزند موجودات مثلا وحشی که روی زمین قرار دارن در امان باشن و یا غیره. پس ما میبینیم که روند یادگیری در حیوانات هم وجود داره و یا در درختان. یعنی درختانی وجود دارن که برای حفاظت از خودشون مثلا یه برگی وجود داره که این تو استرالیا تحقیق شده که وقتی بهش دست میزنن خودش رو جمع میکنه، یا اینکه برمیگرده رو به نور واسه اینکه بتونه از نور خورشید استفاده کنه. یعنی در طول تاریخ یاد گرفته، یعنی اون موجوداتی زنده مونده ان ما به این میگیم یادگیری دیگه. یعنی نحوه رفتار گیاه در طول تاریخ عوض شده، اصلاح شده طوری که بتونه از اون مثلا نور خورشید استفاده بکنه. پس به این میتوان گفت یادگیری در حال در طول تاریخ. به همین ترتیب ماشینا هم میتونن یاد بگیرن. یعنی من میتونم یه مدل ریاضیاتی داشته باشم که تو اون مدل ریاضیاتی من یه عالمه پارامتر وجود داره و زمانی که یه ورودی رو به ماشین میدم ماشین یه تصمیمی رو به من برمیگردونه. اگه تصمیم خوب بود که میگم اون پارامترایی رو که داری در راستای حفظ همین تصمیم تقویتشون کن، و اگه تصمیمی که من برگردون تصمیم بدی بود میگم پارامترهای مدلت رو طوری عوض کن که دفعه بعد به من این تصمیم رو برنگردونی، یه تصمیم دیگه برگردونی، این تصمیم بدی بود. پس اینجوری یادگیری ماشینی میتونه اتفاق بیفته و اون وقت ماشین ها میتونیم بگیم یک وسیله ای وجود داره که به صورت مصنوعی هوشمنده، یعنی هوش مصنوعی از اینجا شکل میگیره. امیدوارم که تونسته باشم خیلی کوتاه مفهوم هوش مصنوعی رو منتقل کنم. قطعا این مفهوم خیلی مفهوم بزرگتر از اینه و کلی مثالای جالب و دیگه هم جالب و چیزای دیگه و جذاب هم وجود داره توش. امیدوارم این باعث شده باشه که برید راجع به سرچ کنید. شبتون بخیر.